و البته ورزشگاه مرکزی شهر باختر و در اینجا دو دسته نامدار خط دفاع هستند. صداش تک دوبار بلند می شود. بازی آغاز شد. بازیگران وحش از مرکز میدان بازی را شروع کردند. خب رقمی 73 استودی دوران رقابت امروز هم توجه شما رو جلب کنیم. بعد از این هجوم البته امکانیت صلاح‌الدین ارگشف با پای چپ وضعیت خوفناک را میتواند به وجود دارد. صلاح‌الدین ارگشف در کنار توپ را میگیرد و حمله را ادامه میدهد. نزدیک به جریمه‌گاه است. یک نفر را فیره میدهد از پا میافتد. هجوم نوبتی بازیگران دسته وحش بر توپ داخل جریمه‌گاه و بینید که مثال باقی بر توپ داخل جریمه‌گاه و اینجا دروازه‌بان به توپ میرسد ولی حمله ادامه خواهد کرد. اسکانیان بر توپ خیلی بلند و دقیق است. بردن رو دارد. اگر پیروز شود میتواند. سرگئی اسکانیان دوستان ارجمند به جریمه‌گاه وارد میگردد. اسکانیان ضربه و امکانیت گل زدن است. ضربه و گل نه حساب نمیشود. افساید. خورشید دادابایف باید اکنون قرار خود را برآورد. باید مشاهده کنیم. به نظر من افساید نیست. دوستان عزیز همین نواری که ما مشاهده میکنیم در اینجا میبینیم که حالت نوبازی نیست. یعنی از همین زاویه این حالت هم نیست. حالت دیگر هم نیست. گل است بله دوستان ارجمند گل حساب کرده می شود و دسته وحش به پیش میبراید. برای دسته حاصلات این چیزی نو نیست که اول به دروازه خود گل سر دهد و بعدا برگردد برای رقابت. ولی این زمان میتوانند بازیگران دسته وحش گل دوم را بزنند. صلات الله اسماعیلوف با توپ پرتابی و اینجا حتی خودی فوتبالبازان دسته ضربه اجرا می شود. امکانیت ضربه زنی داده شد و فریدون شریفوف پرتابی نوبتی امکانیت برای گل زدن و برای چی؟ فرصت خیلی خوب اکنون پیدا می شود برای بازیگران دسته حاصلات. صلاح‌الدین ارگشف صلاح‌الدین سه نفر با مبارزه برند. ضربه میزند صلاح‌الدین ارگشف. ضربه است حوصله دور را این ضربه خیلی قوی اجرا کرده شد. حمله خوبی دسته حاصلات. صلاح‌الدین ارگشف امکانیت 100% گل زنی. صلاح‌الدین ضربه و باز یک وضعیت دیگر خیلی خوب گلزنی. نورالدین همراه قلوف. نورالدین ضربه و گل. افساید کرد و بیاد ما متوجه شویم. خوب اینجا با احتمال زیاد افساید بود. هنگام پاس دادن در برگشت توپ قرار داشت و توانست ضربه خود را با گل انجام بدهد. طلایه عزیزوف اینجا خطا میکند. فرصت 100% گلزنی بود. توجه میکنیم به این هجوم پرتاب به داخل جریمه‌گاه. فرصت خیلی خوب گلزنی ولی کتال توپ را گرفته خیلی حمله خوب را تشکیل میکند. تانی بیکتال سه نفر را فریب داد ولی حمله نوبتی بسیار هجومی خوب پرتاب به داخل جریمه‌گاه. نورالدین همراه قلوف ضربه و نیکیتا تاتارکوف و بنجامین امپونسا فرصت میجد برای ضربه زدن. ضربه میزند و دروازه‌بان این وضعیت را برطرف کرد. علی عزیزوف پرتاب به داخل جریمه‌گاه. ضربه اجرا می شود و علی عزیزوف اینجا هم در موقع درست. هجوم نوبتی فرصت خیلی خوب است. پرتاب به داخل جریمه‌گاه. ضربه و جوزف شاسوروف همراه با پاس به کنار. جوزف حکومتی با توپ. حکومتی حرکتی به مرکز. ضربه و پرتاب به داخل جریمه‌گاه. فرصت خوب. ضربه زنی. ضربه زده می شود. پاسیو جوزف حکومتی توپ را میگیرد. امکانیت خوب گل زدن. ضربه و گل. توانست برگردد. خیلی گلی زیبا. مشاهده کرد که دروازه‌بان ملکه افتیده ایستاده است. حمله خوبی دسته وحش پرتاب به داخل جریمه‌گاه. امکانیت زدن گل و باز همین امکانیت. حمله نوبتی صلاح‌الدین ارگشف با توپ ضربه میزند و دروازه‌بان دور میشود. پرتاب به داخل جریمه‌گاه. پس به خط هجوم
فرصتی خوب میتواند پیدا شود. فرصتی همین کنار حمله ادامه دارد پرتاب و محمد جان است که فرصت به داخل جریمه گفت و این حالت خیلی خوفناک بود که دلیر عزیز آن را برطرف کردن توانست. همچنین دوستان عزیز کلوب مرکزی ورزش ارتش حالا بازیش را با ریگارد دست ضربه و توپ از پهلو دروازه از میدان بیرون میرود. امکانیت 100% گلزنی ضربه و گل. میتوانیم بار متوجه شویم چگونه سرگئی یاورسکی مبارزه برد، چگونه محمد جان مسکوف در کنار خیلی خوب تلاش کرد و این وضعیت با گل بسیار مهم برای دسته وقت جنبست می شود. این زمان حساب امتیازهای این تیم خود امتیازهای این تیم این زمان 15 خال هستند و دسته وقت باشد اکنون 12 خال میگیرد و شماره خود را برابر میکند با دسته خوجند.